شاکرم آقا. خدا ناقابل اون میده. خودی شهرنده یه واقعی نفری هم که اومد همینجوری تونستیم باش کار میکنیم. اونم بنده خدا پول سیو نشد. طلا داره گلوتر بود اون موقع میخواست بیاد انجام بده. الان طلا ملاش بیارزش شد و طلا یه تون سنده یه دونه 3 تونه یه دونه 2.5 مال من نیست مال همکاره بچه تردیدم و دستان چی فرستادی نه پسر باید یه سرتیفیکت جمع کنم 2.5 اسیه اشورتی و آخر بالا جفت چک اکسل دبو لاستیکون و 750 همکاری و درجان بودی 3 تونیان دیویه اکسل معمولی، دیبوکس معمولی، تکچیه بدون بخار و روغن‌ریزی و خونریزی تنظیم از پروژه 830 این برای مشتری اینجوری میگید این قیمت که به من میده منم همون رو به شما دارم دنبال میگم 1.200 از تاپیشو دارم میکنم کاش چرا میکنی؟ آره بابا کاش آفرین چرا میکنی؟ مابقیشو چی؟ نمیشه به قرآن میدونم دیگه ولی اون یه بار کنم زیادش کنم ما زورمون در این حده اگه 5-6 تا دستگیر شما داشتیم آقا بودیم جنتلمن بودیم میشد ولی زورمون در همین حده میگیم نه از بابت ناتوانی نه از بابت پرروبازی از بابت که جونش نمیدیم یکی از جونش ناله مثل شما حالا یکی رو کمتر کنم یکی رو بیشتر کنم نه به قرآن تنمی نیست به بلا به بلا یه جوری نیست که جازتر بزن مخصوصی که تا هستی کی؟ چست به خدا رحم خلیل من تو این کارها کار میکنم میدونم نه آره ببین من میدونم که همون خرم انداختی بالا؟ ببین نه الیاس آورد یه دونه خوب انداختیم بی موتوره موتورش که همون خلا من گفتم که اکو مارده هم داره ولی اونم نکنم نیومد دیگه اگه میامد میگفتم برو بیا الیاس الیاس بسیار چون تو آجا علی ما رو بدش بستم جاش سنگ بزن بیاد سنگ بزن خونه
حالا خودم میرم حالا بانه دور در ماه تو ببین راست نشانه بانه تو بود اگر من حالا سری میرفتم یا احمد آقا ببین احمد آقا ببین سمت فرقم جواب بده میدی که سرچوب رسیده خب سرچوب سمت راست اینجا مغازه ببین آره اینجا هست ببین از اینجا که نمیدی سمت احمد آقا بده که پیچیده راست که میره نه رسیده به چنان قرنیس خب سمت چپ داروخونه رو دیدی فقط داروخونه آره یک دنده بدن اگه ما سمت شما سمت رکنتش راضی بینم من راضی کردم چون همه راضی میکنه ببین همه بقیه چسب راضی همه چسب راضی میکنه چسب راضی میزنه اما تو کار نداره چیزی که من میگم چسب لولانیه تو لولان میزنم زردا ما میگیم راضی این چسب راضیه نمونهشو نمیگیره بابا چسب راضی بگو چسب لوله نه بگو چسب راضی به خدا میدادم حالا یکی خلط کرده میمونم تو اشکانه جارو کرد کونیشه برده ببین من چی میگم این نگاه بداره فقط اون درم مثلا میگی گوچی من میگم آفرین وقت خودت میدونی من همینی میگم برو بیار نه تو فقط برو بگو چند سال از اون زرداره بیاری بزرگشو بیار کوچیکی نه یه دونه بزرگ میدونی دست ببین من الان وانیت اینجا میبود پیش قدم میرفتم میآوردم یه دقیقه با موتور چیز بریم بیا من دیدم که این برده نمیام شهریار کوکی شهریار نه من اینجا نرفتم شهریار جان توی تمام زنده رو نمیخوام این تمام بگیره میدم فقط بیار این تمام من بزنه دور باشه مگر کل موتور رو باز پایین کنی که جناب علی روغن زده خب نگاه کن به خدا من تو این موتور از هیچ چی ترس ندارم ولی این کاسه نماده اون پلتار دیدی وای 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 چیه وح 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 چی روزگاره که ببندی با پشتر شد روغن برزه پایین کنی آنیار یا دیگه عزیزم هیچ وقت چسب مازدا رو اینا نزنیم از من میشنیم هیچ وقت چسب مازدا برای بدون پاکینه چی میگه بدون واشیره ولی چسب تو صرف به خاطر اینجا پاکینه این روغن اول آخرت بشه انشالله گفتم این روغن اول آخرت بشه یادت بمونه آی که خیلی دوستش دارم عزیز من تو بسم الله الرحمن الرحیم این شد جناب علی چند تا پوچی که داریم یه بیرو چند تا پوچی که داریم یه بیرو